سلام دوستای عزیز، خوش آمدید بازم به پارت دوم کلچه وطنی ما، همون کلچه تندوری که من در داش پخته میکنم. خمیری که براتان در ویدیو قبلی کرده بودم فعلا رسیده که من پارت دومشه که خمیر رسید براتان جور کردم که چقدر ببینید که خمیر خوبش رسیده. این خمیرها رو کلش زغاله میکنم به این رقم و زغاله که کردم و روی خمیر با یک تکه میپیچانم که تا رویش خشک نشه. برای 20 دقیقه خمیر میمانم که زغالا دم بکشه. بعد از او که زغالا دم کشید من اینجا کنجت امرای سیادانه و تخم مرغ، روغن زیتون داخل تخم مرغ میریزم اوجا آماده میمانم که در روی کلچه باز بزنم. حال خمیرم دم کشید و این کلچه رو به این رقم امرای کارد درست میکنم تا بغلای کلچه خوب نقش بگیره بخواد و بعد از او کلچه رو عوار میکنم. کلچه رو که عوار کردم و روی کلچه رو با هر وسیله که خودتان میخوایی میتونی نقش کنی. من امرای انگشتانه یا امو مشله ماشین میگن نقش میکنم، چون نقش همون تو یاد خاطرات قدیم. ببینه که روی کلچه چقدر نقش خوب شد. روی شام سیادانه زدم امرای کنجد تخم مرغ. حالا کلچه را آماده داش میکنم و داش به درجه زیاد روشن کردم. وقتی داش داغ آمد درجه حرارت سر سطح ماندم و این کلچه را من در داش ماندم. برای کلچه را دیگه شما باید سعی کنی که اولش که چه قسم یعنی چند دقیقه میشه. من معمولا کلچه را 10 تا 15 دقیقه میمانم و بستگی داره که هر چند دقیقه بود یک بار ببینی که خراب نشه. این بود از کلچه خوشمزه ما که ببینی که چقدر کلچه همونطور نرم خوبش آمده. شما میتونی این کلچه را در خانه درست کنی و دوستان ویدیوی من را لایک کنی و دوستایتان روان کنی. اگه میخوایی که همونطور همیشه ویدیوهای آشپزی و کلچه یا غذای وطنی رو بانم مرا حمایت کنی. تشکر.